سنت هر ساله وزارت ورزش بنابر اینه که آخر سال از تمامی تیم‌ها و قهرمان‌هایی که سکوی جهانی آسیایی فتح کردن تسجیل بشه، همه رو جمع میکنن بهشون جایزه میدن. منتها امسال تیم فوتبال ساحلیمون تو آمار نبوده، یعنی کلا هر سال فکر کنم نبوده، زیاد فوتبال ساحلی رو حساب نکردن و جزء اونایی که خیلی پاداش میگیرن نیست. خب دوستان، کم کم داریم نزدیک میشیم به سال جدید و انشالله باید کم کم دل خانواده های ورزش هامون که قهرمان شدن رو شاد کنیم که مردم رو شاد کردن. کیا قهرمان شدن امسال تو کجا؟ جناب رئیس هیچ کدوم از رشته‌ها قهرمانی نداشتن. نه بابا، بله. خیلی ناراحت شدم. اینقدر ناراحت شدم. پس یه پاداشی بنویس برای این فوتبالیستا مگر التیامی باشه بر دردهای من. بله. خب جناب رئیس تیم فوتبال چمنمون ژاپن رو برد ولی نتونست قهرمان آسیا بشه. ژاپن رو برد دیگه. نباید تعلق بگیره بهش. هر چند سال یه باره؟ 4 سال. 4 سال یه بار. ژاپن رو برد یا نبرد؟ بله بله. دفعه قبل به ژاپن نباخته بود؟ بله. این دفعه برای اولین بار در همین مسابقات بله. نبود. تعلق میگیره. مردم هم خیلی خوشحال شدن و موجی از شادی فرا گرفت. باید پول بنویس. نه آخه مهم نیست که ما مرحله بعدی که مهمتر بود به قطر باختیم. قطر رو بد جا گذاشته بودن. تو بنویس. برای ژاپن خوشحال شدی؟ برای قطر ناراحت شدی؟ شاید جای دیگه ناراحت بودی. قطر رو بعد مینداختم اول. اینو من بعداً برای شما تو تموم بنویس. ساحلی. من اصلا اینقدر از این سالیان یعنی چی؟ ما آخه اصلا ببینید شما تیم فوتبال ساحلیمون اول امسال قهرمان آسیا شد، از اون طرف هم سوم جهان شدن تو جام جهانی. طبیعیه که بهشون پاداش باید بدیم. من همه الان نگفتم بعد دست ساحلی اعصابم خورد. دست ساحلی که الان بهش جایزه دیش بر نمیخوره، میگه برای آسیا به من جایزه میدی. اون که نقل و نباته، باید جایزه بگیره. مثل اینکه بری مثلا به چه میدونم انیشتین بگی آقا بفرما نمره فیزیکت 20 شده. اون که هیچی. تو جهان هم که متاسفانه در نیمه نهایی حذف شدن و واقعا ضربه مهلکی زدن به روحیه. اصلا موجی از غم فرا گرفت مردم دیگه. سوم شدیم ما تو جهان. نیمه نهایی رو باختن یا نه؟ به نهایی به برزیل قهرمان دنیا با یه اختلاف گل باخت. حالا هر برگردون شما دیدی چجوری زد برگردون؟ من اتفاقا میگم من از همین ناراحتم. اینا هی برگردون شد فوتبال. اینا خب زیر پاشون نرمه، جای صفر اینا نپریدن برگردون بزنن. تو همه طرف اینا رو میگیری. معلومه میپرم میخوره. چیه ساحلی شما ناره؟ شن رفته تو چشتون؟ خیلی اذیتم کرد. خب چیش اذیتی؟ همش پا برهنه. 100 بار نگفتم کفش بپوش؟ چرا اینو چند بار گفتی؟ گفتم یا نگفتم؟ مثلا کفش بپوش. تعلق میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره دیگه. همش رو آخه مردم بعد انتظار دارن فوتبالیستان تو چمن هم همینجوری خوب بازی کنن. نمیشه که آقا همه چیزو یه راهی باید این بره دیگه. این فوتبال نمیشه دیگه. آقا اصلا بقیه ورزشکارای ما دور از جون جلوی اینا مثل معتادا به نظر میاد. نمیدیم به ساحل. هم 100 بار نمیدیم. بنویس برای فوتبال.